بیانیه کانون حامیان عدالت به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و کارزار جهانی 16 روز نارنجی. به اسم زن، به اسم زندگی، به اسم آزادی. زنانی که جهان را زنده نگه داشتند اما ساختارهای سلطه تلاش کردند آنان را خاموش کنند. کانون حامیان عدالت در آغاز کارزار جهانی 16 روز نارنجی بار دیگر بر این حقیقت بنیادین تاکید می‌کند که خشونت علیه زنان نه حادثه‌ای فردی بلکه محصول نهایی سلطه و ایدئولوژی‌های زن‌ستیز است. در ایران این خشونت به شکل کامل و دولتی شده. در جمهوری اسلامی تجسم یافته، حکومتی که بدن زن، هویت زن و حیات زن را به ابزار کنترل سیاسی تبدیل کرده است. قتل دولتی ژینا تنها یک فاجعه نبود، نماد یک سیاست حذف بود. جنبش ژینا این خشونت ساختاری را به جهانیان آشکار کرد و نشان داد که زنان ایران نخستین قربانیان و در عین حال پیشگامان آزادی‌اند. ما باور داریم سقوط خشونت از طریق قدرت اجتماعی و سازماندهی از پایین ممکن است، نه از طریق احزاب قدرت طلب، نه ساختارهای مردسالار و نه نهادهای حکومتی که خود باز تولید کننده خشونتند. و اما مواضع کانون: 1. خشونت علیه زنان در ایران سیستماتیک، ایدئولوژیک و دولتی است. از گشت ارشاد تا قوانین تبعیض‌آمیز، از سرکوب خیابانی تا آپارتاید جنسیتی در دانشگاه‌ها و دادگاه‌ها. 2. مبارزه با خشونت تنها با تغییر قوانین کافی نیست. باید ساختارهای تولید کننده خشونت از ولایت فقیه تا نظم مردسالار برچیده شوند. 3. جنبش ژینا بزرگترین تجلی مقاومت جهانی علیه خشونت جنسیتی است. این جنبش زن را سوژه انقلاب و سرچشمه قدرت اجتماعی کرده. 4. زنان مهاجر افغانستانی در ایران نیز قربانیان اصلی خشونت دولتی اند. خشونت جنسیتی در ایران با خشونت نژادی در هم تنیده است. 5. کانون حامیان عدالت تنها به آگاهی رسانی بسنده نمی کند. ما بر سازماندهی افقی، مشارکت جمعی و ساخت نهادهای بدیل تاکید داریم. راهی برای پایان دادن به خشونت ساختاری، نه مدیریت یا اصلاح آن. روز نارنجی برای ما تنها یک کمپین نیست. یادآور پیمانی است که در خیابان‌های ایران بسته شد. پیمان زن، زندگی، آزادی. ما کانون حامیان عدالت در کنار زنان ایران، در کنار مادران دادخواه و در کنار تمام زنانی که در برابر ساختارهای سلطه ایستاده‌اند اعلام می‌کنیم تا زمانی که خشونت ساختاری بر بدن، آزادی و سرنوشت زنان سایه افکند، مبارزه ما ادامه خواهد داشت. آینده نارنجی است، چون از مقاومت زنان روشن می‌شود. کانون حامیان عدالت 1 دسامبر 2025.